الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم همه خوابیدن و صداشو فرداش ضبط کردم. بچه که بودم یکی از فامیلامون همیشه بهمون یاد میداد خوشحالی یه هنره، باید یاد بگیریم چجوری با اونی که داریم خوشحال باشیم. این جمله رو من از بچگی به صورت کلیشه‌ای این جمله رو خیلی دوست داشتم تا یه بزرگی چند ماه پیش یه سوالی از من پرسید. گفت از نظر تو خوشبختی چیه؟ گفتم خوشبختی فقط یه حسه، شما تو هر شرایطی میتونی خوشبخت باشی. در جواب گفت تقریبا درست گفتی ها، ولی با یه جمله خیلی قشنگ کاملش کرد. گفت خوشبختی یعنی رضایت از شرایط موجود. همون لحظه دقیق دوزاریم نیفتاد. شب که اومدم سرم گذاشتم رو بالش تازه فهمیدم چی میگه. اکثر آدما بالاخص خانوما نصف عمرشونو باطل میکنن، به بتالت میذارونن فقط با این حسرتا که خوش به حال فلانی فلان شرایط داره، خوش به حال فلانی فلان پولو داره، خوش به حال فلانی فلان ماشینو داره، خوش به حال فلانی فلان شوهر رو داره. اما خوشبختی رو اینجور آدم تا آخر عمر حس نمی کنن. خوشبختی یه چیز درونیه، قرار نیست یه چیز بیرونی بیاد درون ما رو آروم بکنه. این ملودیکایی که میبینید خریدم کل قیمتش 3500، تازه من قسطی خریدمش که یک خورده ایشو اولش دادم، علاقش ماهی 750 تومن. این یه بچه دارم باش خوشحالی میکنم. دوستان، به قول شاعر میگه مگه تموم عمر چند تا بهاره؟